اگه تو هم دوست داری که اسنایپ زدن اینطوری بشه، پس تا آخر ویدیو همراه من باش تا بریم بهت بگم چطوری اینطوری اسنایپ بزن. سلام رفقای گیمری من، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخوام بهتون یاد بدم که چطوری اسنایپ بزنید و یه سری نکته رو در مورد اسنایپ و سنسیویتی بازی بهتون بگم که توی دوئل شیپمنت هم بهتر عمل کنید. خب اول بیایم بریم که اصلا نشونتون بدم که چی باید بزنید توی لود اوتتون و کلا همه چیات. اتچمنت دیل همو نشونتون بدم. اول این اتچمنت دیل همه بچه، اینو واسه این گذاشتم که ADS رو کمتر میکنه، یعنی اون تایمی که ایمتون باز میشه خیلی کمه. اینم همینطور واسه اینه که زودی ایمم باز بشه. ADS تایم رو دوباره کم میکنه. اودابسو لیزر تاکتیکال و پرک FMJ که خیلی خوبه، اینم حتما بزنید بچه ها. FMJ در اصل از دیوار رد میشه، ولی من احساس میکنم کمک میکنه تیرم بهتر بخوره. و همین 4 تا، نیازی نیست 5 تاشو پر کنید. چرا؟ چون 5 تاشو به نظر من هر چیزی که بذارین اسنایپتون رو ضعیف میکنه. حتی اگه تیراش هم زیادتر کنین. از اینجا اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که شما دیلتون به اصطلاح سبک نیست دیگه، یه خورده سنگین میشه و سنگینه دیگه. چجوری بهتون بگم؟ اسلایدتون کمتره، موومنتتون یواشتره، کلا همه چیتون کنتر میشه یه جوره. خب یکی دیگه از بخشای مهم بچه‌ها سنسیویتیه. سنسیویتی ما بهتون نشون میدم. هر کسی باید سنسیویتی خودش رو به مرور زمان درست کنه. من این 3-4 سال همینطور که بازی میکردم هی سنسمو تغییر میدادم، همه چیشو تغییر دادم تقریبا تا به اون سنسی رسیدم که واسه خودم بود به اصطلاح. و شما میتونید از سنس من استفاده کنید اگه دوست دارید. براتون سنس رو میذارم، یه سری چیزاشم توضیح میدم براتون. وقتی دیفالت شما بازی رو نصب کردید به صورت دیفالت، یعنی دست نخورده، روی این قسمت روتیشن مودتون روی اسپید اکسلریشن شما بیاید اینو بذارید رو فیکسد اسپید. من بعضی اسپید اکسلریشن بهتر بازی میکنم، بعضی فیکسد اسپید. به نظر من فیکسد اسپید بهتره. حالا اینا چه فرقی دارن؟ شما وقتی که میخوای مثلا دستتو میذاری روی صفحه که بچرخونی، حساسیت یا سنسیویتی وقتی که این قسمت روی فیکسد اسپید باشه، سنست هیچ تغییری نمیکنه. اگه دستتو سریعتر بچرخونی سریعتر برمیگردی. ولی اگه روی اسپید اکسلریشن باشه چه اتفاقی میفته؟ سنست انگار زیاد میشه، یعنی سرعت دستتو میسنجه. اگه یهو دستتو بکشی رو صفحه که بخوای برگردی، هم علاوه بر این که سریع برمیگرده، سنسیویتی هم زیاد میکنه، یعنی یهو برمیگرده، سنس کامل میریزه به هم انگار کن. دوباره درست میشه، ولی اون لحظه که شما انگشتتو میکشی سنس زیاد میکنه که سریع برگردی و واکنش نشون بده. به نظر من فیکسد اسپید بهتره که همیشه یه سرعت ثابتی داشته باشه. بقیه چیزا هم میتونید عین من بذارید. اینجا سنسیویتی سویچ اگه نگاه کنید، سویچ وایل اوپنینگ ADS، اینم روی این قسمت بذارین که برای این سنسیویتی سویچه، یعنی عوض شدن سنسیویتی. چون مثلا یه سنسیویتی داره واسه کامرا دوربینه که شما در حالت عادی دارید میرید، چه اتفاقی میفته؟ یه سنسیویتی دیگه دارید مثلا مال موقعی که ایمتون رو باز میکنید نشونه میگیرید با گان یا اسنایپ فرق داره اینا سنسیویتیاش. این میگه موقعی که باز و بسته میکنید این اتفاق بیفته که سویچ بشه، سنسیویتی اسنایپ بیاد، بعد مثلا اسکوپو ول میکنید دوباره سنسیویتی کامرا بیاد، روی این حالت بزن. بقیه چیزاتون هم میتونید عین من بذارین. نشون میدم این کامرا سنسیویتی می بچا. حالا دیگه رد دات و اینا همه چی هست توش، اسنایپر اسکوپ و همه چی میتونید ببینید. و اینم فایرینگ سنسیویتی از اینجا شروع میشه. میتونید همه چیتون رو اوکی کنید و با سنس من بازی کنید. گوشیم هم آیفون 13. اینم سنسیویتی ژیروسکوپ. اینجا رو فکر کنم خیلی دستکاری نکرد. و همین دیگه. بریم یه دوئل بزنیم بچه‌ها با رفیقم که بهتون بگم که یه سری نکات رو توی شیپمنت بهتون بگم در مورد اسپان ترپ و کلا بازی کردن توی شیپمنت، و کلا یه سری نکاتی که بهتون میگم در مورد کامل بازی‌ها، یعنی اینکه فقط شیپمنت و دوئل نیست، شما توی بازی‌های دیگه هم بهتون کمک میکنه. نگاه کنید برای اسپان ترپ.
بعد زمین رو 4 تا قسمت کنین. از اینجا ببینید که انمی کی میاد. زمین رو 4 تا قسمت میکنین. سمتی وای میسید که به طرف شما دورتر باشه اون چیز. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا من الان زمین اگه 4 تا قسمت بکنم کل شیپمنتو، از بالا نگاه کنین 4 تا قسمتش کنم. من الان چه طرفی وایسادم؟ سمت راستم و عقب. یعنی بعد انمی باید سمت چپ جلو بیاد. الان من تو ناحیه، اگه بخواید حساب کنید، تو ناحیه راست جلو هستم، تو ناحیه عقب راست هستم، تو ناحیه عقب چپ هستم. فقط تنها جایی که میتونه بیاد جلو چپه. اینجا دیدید که. حالا دوباره چیکار میکنم؟ دوباره میخوام اسپان ترپش کنم. میام اینجا. تو چه ناحیه‌ای هستم؟ تو ناحیه جلو راست هستم، عقب راست هستم، عقب چپم هستم. پس باید کجا بیاد؟ جلو چپ. بریم ببینیم هست واقعا. هست. حالا میخوام این ور بیاد. اینجا وای میسم و سب میکنم تا بیاد. الان باید کجا باشه؟ باید جلو راست باشه. بریم ببینیم هست واقعا. بله. حالا میخوام دوباره این ور بیاد، سمت راست جلو بیاد. به همین راحتی بچه ها. فقط بعد یه خورده کار کنید که زمین رو که 4 قسمت کنید یه جوری وایسید که دقیق اون طرفی که میخواید بیاد. الان باید اینجا باشه. فکر کنم یه خورده کج وایسادم بچه ها. نگاه کنید الان من میخوام این ور بیاد. الان بعد اینجا باشه دیگه. دیدید بچه ها؟ اون موقع خورده بد وایساده بودم میخواست بیاد. الان دوباره بخوام مثلا سمت راست بیاد. نیومده باشه. آره. سمت چپ اشتباه میگم. از چپ بیاد. میبینید که به همین راحتی. بچه ها چیز نکته که خیلی مهمه، هم توی رنگ‌ها کلا با گان باشه با اسنپ باشه فرقی نداره. سعی کنید شما پیک بدید. پیک یعنی چی؟ پیک یعنی که مثلا من میام اینجا یهو پیک میدم. میام که بزنم طرفو. این به این میگم پیک دادن. این حرکت پیک دادنه بچه‌ها. شما وقتی میخواین پیک بدین سعی کنید شما اول پیک بدین. یعنی انمی پیک نده. وای نسی خط گیری کنید کلا. شما پیک بدید اینطوری. به این میگن پیک دادن که یهویی من از پشت دیوار میام بهش میگن پیک دادن. و چرا بهتون میگم این کارو کنید؟ چون وقتی شما پیک میدین تا میاد انمی شما رو ببینه شما اونو دیدید. یه خیلی کمه، خیلی زمان خیلی کمیه، ولی اگه دقت کنید وقتی شما پیک میدین شما سریعتر انمی رو میبینید تا انمی شما رو ببینه. یعنی شما یه خورده جلوتری در لحاظ اینکه چشمتون انمی رو دیده جلوتر میافتین و راحتتر میتونید بزنید. و اینکه اگر هم یه موقع خواستین پیک بدین اینطوری نباشه که بیای کنار دیوار و یواشی اینطوری پیک بدید. چرا؟ چون اکثرا خط که همین جا رو میگیرن. یعنی که مثلا من میخوام خط اینجا رو بگیرم اینجا رو خط میگیرم. ولی وقتی طرف بیاد اینطوری پیک بده من خط اونجا رو گرفته دیگه، تا میاد بیاد رو من دوباره طول میکشه و تقریبا یه چیز یکسان میشه بچه‌ها. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. سنسیتیویتی هم استفاده کنین، اتچمنت هم استفاده کنین، پرکام هم حتما استفاده کنین بچه‌ها. پرکایی که گذاشتم هم استفاده کنین. پرکا هم براتون توضیح میدم. حالا دوباره یادم رفت اونجا توضیح بدم. الان دوباره براتون توضیح میدم پرکا رو. خب بچه‌ها پرکام یکیش اینه، یکی از پرک قرمزام اسکالکره. یه ویدیو دارم پرکامو توضیح دادم، میتونید اونم ببینید. نصف پرکا رو توضیح دادم، نصف دیگه‌ش هم براتون توضیح میدم. این پرک واسه چیه؟ چرا گذاشتم؟ موومنت رو یعنی 12% سرعت رو بیشتر میکنه موقع دویدن و نشستن. خب این نکته کلیدی چیه؟ نکته کلیدی اینه که شما وقتی دویدن 12% سرعتش بیشتر شه، وقتی هم اسلاید میزنی سرعت اسلاید هم بیشتره بچه‌ها. پس به خاطر همینه که این پرک رو استفاده کردم و این نکته مخفی داره. پرک امپد رو گذاشتم چون من سویچ زیاد میکنم اگه ویدیوهامو دیده باشید و امپد کمک میکنه که خیلی سریع سویچ کنم. پرک دد سایلنس هم واسه اینه که صدا پای کمتری میره و کلا اگه پامرغی برین که اصلا صدا پا نمیدین.
میتونین توی شیپمنت قشنگ بدون صداپا بازی کنین و صداپاتون هم کمتر میره واسه انمی نسبت به موقعی که این پرک رو ندارید. پس جلو میافتین و همین دیگه بچه ها. این هم همینطوری گذاشتم، اگه موقع فعال شه استفادهش میکنم. چیز خاصی نیستون، همین دیگه. بقیه چیزا هم که اون که نایفمه اونم واسه رنگ گذاشتم در اصل. همینه، با همین هم دوئل میزنم هم رنگ، برام فرقی نداره. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ همتون.